دوستان گرامی، فرضاً اگر با دانشمندترین شخص روی زمین واخوری داشته باشد، از او چی سؤال را پرسان می شود؟ آیا حل کدام یک مسئله ریاضی را و یا راه حل کدام یک مشکلات اجتماعی یا اقتصادی را از او می پرسید؟ اگر آن نفر چنان شخصی باشد که جواب صحیح و راه درست حل را یقیناً داند، این فرصت طلایی را برای پرسیدن چی سؤالی در کدام موضوع جدا میکنید؟ دوستان عزیز، در این صحنه زیبا از صحنه‌های جالب روزگار پیشینیان دینمان یک نظری با تأمل اندازیم. ببینیم که چنین فرصت خوب و طلایی، یعنی واخوری با دانشمندترین شخص روی زمین، برای نفر میسر گشته بود و ببینیم که او در این واخوری بی‌نظیر وقت قیمت را برای پرسش کدام سؤال اختصاص داده بود. تابعی بزرگوار معدان ابن ابی طلحه یعموری رحمه الله میگوید: لقیت ثوبان مولى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقلت اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثه فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. با ثوبان رضی الله عنه، غلام آزاد کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم واخوردم و از او این درخواست را نمودم: مرا با عمل نیک راهنمایی بکن که سبب سزاوار شدنم به جنت گردد. معدان میگوید: این سوال را پرسیدم، ولی ثوبان رضی الله عنه ساکت بود و چیزی نگفت. باز از او این سوال را پرسیدم، اینچنین ساکت ماند. بار سوم پرسیدم، سپس گفت: من عیناً همین سوال را از فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم پرسیده بودم و ایشان برایم چنین گفته بودند: ای ثوبان، سجده هایت را یعنی نمازت را زیاد کن، زیرا تو هیچ سجده نمی کنی مگر که خداوند با هر سجده درجه تو را بلند نموده گناهی از تو را مغفرت می نماید. روایت امام مسلم. شنونده عزیز، آیا در این حکایه جالب درس‌های بزرگی نمی بینید؟ آیا شخصان مانند به این بزرگواران دیده اید که به جنت و رضای خدا چنین عشق و محبت داشته باشند؟ یک سؤال در دو عصر تکرار می شود. معدان از ثوبان چیزی را می پرسد که ثوبان از پیامبر صلی الله علیه و سلم عیناً همان را پرسیده بود. دو عصر ولی یک سؤال و یک مقصد، دو قرن و دو نسل ولی یک مرام و یک آرزو. کدام عمل است که می توانند مرا به جنت رساند؟ ببینید غمشان چی است، سؤال مهمشان کدام است، مقصد اساسیشان چی است. آیا بار فکر و شوق و مرام و مقصدهای آنان را با شوق و مرام و غم و نقشه های خود مقایسه کرده ایم؟ بله، قیاس نکردن بهتر است، زیرا یقیناً تفاوت زیاد است، مثل تفاوت زمین از آسمان، مثل فرقیت دنیا از آخرت. چه خوب مردمانه و چه خوب عصرهای نسل قبلی و هم نسل بعدی، همه در اندیشه دریافتن راه جنتند، همه در فکر دانستن محبوب ترین عمل به نزد خداوند. درس دیگر این مقام نماز در دین است. وقتا از بزرگترین عمل، از محبوب ترین عبادت، وقتا از کوتاه‌ترین و آسانترین راه رسیدن به جنت سؤال می شود، جواب نماز می آید. نماز فریضه مهمترین خداوند رحمان و وصیت ارزشمند پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ثوبان. ای ثوبان، سجده هایت را بیشتر بکن. ای برادر گرامی و خواهر عزیز، اگر می خواهی به وصیت مصطفی صلی الله علیه و سلم عمل نمایی و از بندگان سعادتمند خداوند گردی، سجده هایت را بیشتر بکن.